توبه بکشیم او اول 100 دفعه استغفار بگوییم، 100 دفعه قل هو الله شریف بگوییم، 100 دفعه درود شریف بگوییم، 100 دفعه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بگوییم، 100 دفعه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير بگوییم. باز با کمال نیاز و اخلاص دعا بکنیم، یقین داشته باشیم که خدای متعال دعای ما را قبول میکنه. با جان خود، با دوستای خود، با وطن خود، با اقارب خود، با معاونین و ناصرین خود، با همه مردم باید ما شما دعا بکنیم، با حضور خدای متعال شفاعت مسلمان بکنیم. کسی که شفاعت دیگه کسی که خدای متعال سری او رحمت نازل میکنه. همین دعا باید به اخلاص باشه. حسد و گناه و فکر گناه باید در ذهن آدم نباشه. از گناه خود تائب شوه، به اخلاص و به نیاز دعا بکنه. این روز صرف روز عبادت دعاست. از این وقت تا به عین شام تا که غروب آفتاب میایه، تا او وقت امیجا دعا میکنیم. بعد از غروب آفتاب از اینجا باز رفتن جایز است که ما شما میریم. اول امی اذکار بکنیم، بعد از کار امی دعا باز خدای متعال خوب قبول میکنه. او امی دعا با اشتادگی گفته شود، خوانده شود، دعا به استاد شدگی، زیرا که دعای عرفات به استاد شدگی آمده است. نبی علیه السلام و صحابه به استاد شدگی امی دعا کرده. ما شما هم اگر کسی خسته شد، بسیار مانده شد یا مریض بود، یک ساعت بشینه، باز بخیزه او دعا